نمیشود. شما چقدر که بازار یهود بدرامده میبراید از همانجا مثل یهود میبراید. یک هفته بود پیش من آمده است که من زنم از هیکل ساختگی من به اجازته من کی من اجازه بدیم اینجا قرآن اینجا حدیثه یو از من چی اجازه ببرو من همین به لعنت میکنم. یگان جای اسلام اجازه داده که برده تمام قبرستان هیکل گذاری کن. این یگان جای دین بنیست، یگان جای قانون الهی بنیست. این گپا هر کسی که میکنند نعوذ بالله او خودش گناهکار است نزد خدا. با دیگر انسان گناهش بخوش نکند اگر انسان دیگر انسان نعوذ بالله. اینا من دوام 10 سال بود شما میگید که خیلی دوام 10 سال پیش ما هیچ کی نمیگفت. اون از معنی قرآن بیخبر بودیم. هر یکی شما با سخن میکنن بهانه میکنید. دوام 12 سال بود از قرآن با خبر، از حدیث پیغمبر علیه السلام با خبر. امروز بر نزد خدا با چیز بهانه میکنیم. و امروز میگیم کسی نبود ما رو خبر نداد، کسی نبود ما رو قرآن نخوند، بعد خدا با چیز دیگر دستور کنه میبرویم. همین کار من گدازیم حالیم نکنیتان، درگاه خدا و توبه کنیتان. یک کتاب اسلامی خواهیدان صاحب گیریتان آمده مسجد 10 ریال و 10 سامان و خریده مانیتان. همین تا قیامت و تا ابدالآباد شما به ثواب میرسد. مردم از کتاب خود شما در اون مسجد به کتاب میخواند و دعا میکند. از او هیکل و بت و آن ریشاتکه و آن گله که امروز قبرستان یهود کردید قبرستان مبارکه، این چی معنی دارد؟ این چی خلاصه دارد که ما دعوای مسلمانی میکنیم، خدا ختنه میکنیم، حالتی زن گرفتن به من مسلمان لا اله الا الله محمد رسول الله میگویم. این کی جواب گر از نزد خدا و پیغمبر با بعد ما را روز قیامت چخیلی نمازهای ما را خدا قبول میکند که حالا هر یک آیت به خدا میگوید که خدا به شرک نبیار. ابراهیم ضد پدرشون دیدید، ضد پدر مبارزه بردن، پدرشون بت‌تراش بود، بت‌ها را آمده شکستن، مایده کردن حضرت ابراهیم. خدا گفت که ابراهیم او دشمن خدا است. آیات دیدید خدا چی گفت؟ ای ابراهیم این پدر تو دشمن خدا است. این مردمی که این کار میکنند دشمن خدا هستند، دشمن پیغمبر و مسلمان ها هستند که نمیگذارند تگی خواب به میتا خواب بکند به حضور. کاری که نکن گفت این اسلام نکنیم عزیزان، کاری که الحمدلله اجازت داد مرحمت بکنیتان. همینه که نکن گفت این اسلام نکنیم. یگان جای اسلام قبر شناختن ما ضرور گفتگی نه. بعضی کس من دعوا میکنن من قبر دادم نمیشناسم، قبر مادر نمیشناسم. جای اسلام به حجت است که تو قبر حتما شناس گفتگی دلیل هست می مرحمت دیگه اون کس. پیغمبر هر سحری برامون جنت البقیع زیارت کرده دعا میکردن. من امروز کی است که قبرستان تا یک مرده نشود نمیریم گو قبرستان با نعوذ بالله. کی است که من هر سحری او رفته قبرستان پشت زیارت یا میانه السلام علیکم اهل القبور من المسلمین و المسلمین و انا ان شاء الله بكم لاحقون اسال الله لنا و لكم العافیه. هیچ کی است دعای من نمیدونه. یگان کس است می دعوا میکنه دعایی که حبیب خدا کردن در جنت البقیع مرحمت یا هیچ کاری نکردن. هر سری می رفتن دور و میخوانن از قبرستان میگذشتن. ما این کارها بکنیم که پیغمبر چی میکردن قبرستان با نسبت قبر چقدر حرمت داشتن، چقدر عزت داشتن، قبرستان جنت البقیع دعا میکردن. من مرحمت بکنیم میخوایم کارهای پیغمبره. خود ما خلاف پیغمبر کار کنیم نعوذ بالله. امروز که یهود دشمن اسلام است ما عمل یهودی دستگیری کنیم نعوذ بالله. این یهودیان موندگی است. این مسلمان من الحمدلله قبرستان میانه بینید حواسستان میبیاد. اگر دو تا سه همیشه من وقتی اینجا پیدا شده است نعوذ بالله. یگان قبر چی نیست کو. لیکن وای مردم علیکم من میفهمیدم برعکس امروز وای مردم ها اسلام به تیار بودند. هیهات افسوس. وای مردم هایی که از ما پیش گذشتن اسلام 100% میفهمیدیم ما نفهمیدیم نعوذ بالله. یک خطاگی ما بود است. نصیحت بکنید، گذشتگان دعا بکنید ان شاء الله بعد 5 وقت نماز. عملهای خوبی آنها رو بین خود به ذکر بکنید گذشتگان. آنها رو فقط یاد بیارید ان شاء الله. یکی از این کارهایی که نعوذ بالله خلاف اسلام است دستکشی بکنید، از خدا توبه بکنید.